خب بریم سراغ مثال یک حدمون. خب من قراره توی این مثال دو تا چیز رو حساب بکنم. یکی لیمیت رادیکال ایکس منهای یک وقتی ایکس به سمت یک میل میکنه که میخوام ببینم چی میشه، و دیگری لیمیت رادیکال یک منهای ایکس وقتی ایکس به سمت یک میل میکنه میخوام به دست بیارم. اما قبل از اون یک تعریف شهودی رو از حد خدمت شما ارائه میدم. به چه شکل؟ به این شکل که فرض میکنم گراف تابع y مساوی f x رو به شما دادن، این محور x ها، این محور y ها، این هم در واقع گراف تابع y مساوی با f x، و بدترش میکنم اصلا فرض میکنم تابع در نقطه x مساوی با a تعریف شده هم نباشه. طبیعتا اگر این رو ادامه بدم این قسمت همسایگی راست در واقع راست نیبرشیپ هست و این قسمت هم همسایگی سمت چپ یا لفت نیبرشیپ هست. خب طبیعتا در این قسمت x های من بزرگتر از a هست که اگر x من به سمت a میل بکنه در این زون، این رو میتونم به شکل x به سمت a پلاس میل میکنه نشون بدم، و در سمت چپ یا لفت نیبرشیپ من x من کوچکتر از a هست که اگر x من به سمت a میل بکنه توی این زون، اینو به شکل x به سمت a منفی میل میکنه نشون میدم. خب قرار من یه نیبرشیپی رو که در واقع یک همسایگی رو که اتفاقا متقارن هم باشه حول نقطه x مساوی a رو در نظر بگیرم. خب توی این قسمت اگر این نقطه x1 باشه مقدار پروژکشنش در واقع y1 خواهد بود. اگر این رو x2 در نظر بگیرم مقدار پروژکشنش y2 خواهد بود. اگر من بیام چیکار بکنم؟ اگر بیام من این همسایگی رو کوچیکتر بکنم، یعنی این دفعه بیام این همسایگی رو در نظر بگیرم، طبیعتا این نقطه میشه x3، مقدار متنازلش میشه y3، و برای این نقطه به شرط اینکه این نقطه رو اسمش رو بذارم x4، مقدار متنازلش هم y4 خواهد بود. اگر این کار رو ادامه بدم به همین ترتیب، میبینم که وقتی x من به سمت a توی این زون حرکت میکنه، مقدار من به مقدار L میل خواهد کرد. من اینو به این شکل می‌نویسم که لیمیت fx وقتی x به سمت a اما از سمت مقادیر بزرگتر میل میکنه، یعنی مقادیر من توی این حالت چی؟ x های من بزرگتر از a هست، برابر میشه با L. خب برای این قسمت چی میشه؟ اگر x من به سمت a از این سمت میل بکنه، میبینم که y من هم به سمت L نزدیک خواهد شد. این رو به این شکل لیمیت fx وقتی x به سمت a منفی میل میکنه مساوی با L خواهد شد. اگر دقت بکنید حد چپ، ببخشید حد راست تابع من با حد چپ برابر هست، بنابراین میتونم بگم که لیمیت یا حد تابع fx وقتی x به سمت a میل میکنه برابر خواهد بود با L. برمیگردم به سوال خودمون. سوالمون چی بود؟ یه تابع دارم به نام y مساوی با رادیکال x منهای 1. اجازه بدید یک پرسپکتیوی از گراف این تابع داشته باشم. خب نمودار این تابع رو رسم میکنم. اگر دقت بکنید اگر این محور x ها باشه و این محور y ها، مقدار تابع من در x مساوی با 1 برابر 0 خواهد بود، در x مساوی با 2 مقدار تابع 1 میشه و به این شکل. خب اولین نکته که وجود داره این هست که دامنه تابع f من مساوی خواهد بود با 1 تا مثبت بی‌نهایت. پس نکته اگر به شما گفتن لیمیت رادیکال x منهای 1 وقتی x به سمت 1 میل میکنه رو به دست بیارید، طبیعتا من باید دقت داشته باشم که تابع دامنش این قسمته. اصلا تابع توی این قسمت تعریف شده نیست. پس این معادله با این هست که لیمیت تابع رادیکال x منهای 1 رو وقتی x به سمت 1 مثبت میل میکنه به دست بیار. پس این میشه رادیکال 1 منهای 1 و مساوی با 0. بریم سراغ قسمت دوم سوالمون. قسمت دوم سوالمون تابع y مساوی با رادیکال 1 منهای x بود. خب من نمودار این تابع رو رسم میکنم.
محور y ها محور x ها مقدار تابع در نقطه x مساوی با 1 0 هست، مقدار این تابع در نقطه x مساوی با 0 1 هست و اگر این رو حذف بکنیم به این شکل میشه. نکته‌ای که وجود داره این هست که دامنه این تابع میشه چی؟ از در واقع منهای بی‌نهایت تا مثبت 1، یعنی عملاً تابع توی این قسمت تعریف شده نیست. پس اگر به شما گفتن لیمیت رادیکال 1 منهای x وقتی x به سمت 1 رو به دست بیاد، طبیعتاً باید دقت داشته باشیم که تابع توی این قسمت، یعنی تو بازه 1 تا مثبت بی‌نهایت اصلا تعریف شده نیست، یا بهتر بگیم که تو نقطه 1 تا مثبت بی‌نهایت اصلا جزو دامنه تابع نیست. پس منظور ما این هست که لیمیت رادیکال 1 منهای x رو وقتی x به سمت 1 بالا منفی میل میکنه رو به دست بیار که میشه یک جایگذاری ساده و برابر با 0 خواهد بود.